آقا تا بخاری ماشینتون گرم نمیکنه چرا این کارتا مبارکتون رو میگیرین دستتون میرین داشبورد باز میکنین رادیات بخاری عوض میکنین 4-5 میلیون وقتی میتونید با 30,000 تومن کارشو درست کنید؟ چه جوری؟ بیا اینجا تا بهت بگم. همه میدونن پژو وقتی بخاری رو میذاری تو دمای آخر باید چشم راننده رو بسوزونه. اگر نسوزونده از حرارت و گرما این بخاری خرابه. راه چارش چیه؟ ببین 2 تا شلنگ رادیاتور بخاری ما اینجا داریم که به سمت اتاق رفته. هر دوتا رو باز میکنی، یه نوشابه مشکی پپسی میخری، البته این کوکاکولاه، خب میریزی تو یکی از لوله ها به حدی که از لوله دومی سرریز کنه. یه شب تا صبح میذاری توش بمونه، همون جوری که وقتی میخوای غذا بخوری این غذا نمیره پایین، یه بطن نوشابه میدی پشتش، را نفست وا میشه، غذا میره پایین. ماشینم نوشابه لازمه، این نوشابه رو بریزی توش را نفسش وا میشه. فردا صبح میای شلنگ آبو میذاری تو یکی از لوله ها، تموم جرم و رسوبات از اون یکی لوله میزنه بیرون، دوباره میذاری تو این یکی لوله، از اون یکی لوله بزنه بیرون. خوب مجرا رو میشوری، دوباره شلنگا رو وصل میکنی. اگه بخارید آتیش نشد گردن من یا زیر همین پست کامنت کن نشد. دیگه چی میخواید؟ بریدش کنید.